درود به کانالمون، خوش اومدی. امیدوارم روزتو همون جوری گذرانده باشی که میخوای. آقا سم خونمون افتاده، میخوایم بریم سم ببینیم. بزن بریم. من کتونیاتو باید ببینم و کتونی خیلی واسم مهمه. اپایل میزیگاف ولی من کتونی چیکار؟ چرا؟ دیگه نمیدونم حقیقت. یعنی چی نمیدونم؟ یعنی اینکه بگو چرا ناراحت شدی؟ من گفتم من تو استایل کتونی واسم مهمه دیگه و اکثرا اینجوریام که بالنسیاگا بپوشی، نایک بپوشی فلان و اینا. خب من بیشتر نایک بازم. چی پوشیدی الان؟ نیو بالانس خیلی خفنه که کتونیش. نمیدونم نیستمش. نیو بالانس نیستی؟ اصلا نیستم. چرا سهامت سقوط کرده تو نیو بالانس؟ نیو بالانس نیستمش، نایکی هستمش. نیو بالانس آقا فقط 30 میلیارد تومن. باورتون میشه جی کلاس 2022 فقط 30 میلیارد تومن. واقعا با 30 میلیارد تومن شما چی میتونه بخرید؟ هیچی. اصلا بدنه مثل تانک میمونه، داخل رنگ آبی کربونی، اصلا این چیز پدیده ایه. اصلا من خیلی خوشحال کردم. الان با 30 میلیون. اگه علاقه من به خرید این ماشین خاص و رویایی هستی، فقط کافیه با علی طاهری در ارتباط باشید. فقط و فقط با علی طاهری فیلم علی طاهری نشون بده، هیچ گونه تخفیفی هم نمیگیری، چون این اصلا تخفیف نداره. ولی لایک تخفیف چیه بابا؟ اصلا تو مرام ما نیست بخوایم تخفیف بگیریم. هشم من واسه این ماشین 50-60 گذاشته بودم کنار. به نظرم فیکه. نخرید آقا، 30 تومن خیلی کمه. دو تا از پولدارترین آدمای دنیا در اینجا دارن به یاد فقیر. بریم بعدی. قیلون بگیرش، من برم چای رو بیارم. الان میام. بابا جان اذیت نکن یه دقیقه. راستی تو که خبر داری دیگه، کارهای طلاقم که تموم شده. آخر هفته بیام خواستگاری. چی پیش خودت فکر کردی؟ انقدر تو دست خانواده‌ام موندم بیام زن یه آدم بشم که یه بچه‌م داره. از اونجایی که احسان بهترین رفیق منه، تو هم میتونی بهترین شریک زندگی من باشی. فکر کنم اینو حس کرده باشی واقعا دلی میخوامه. از اونجایی که به احسان بهترین رفیق منه، تو هم میتونی بهترین شریک زندگی. چه ربطی داره؟ حالشون مثلا رفیقت اون داداشش کیه؟ میتونه بر تو میتونی بهترین. چی میگی بابا چرکپه؟ بعد تازه کار طلاقتو کردی، آخر هفته بیام خواستگاری. بذار مهر اون امضای اون جوهر امضایی که زدی بذار خوشه، بعدم بگو بیام خواستگاری. بریم ببینیم بعدش چی میشه. مرده بودم ولی الان چه دیدم مطمئن‌تر شدم. میثم درسته یه بار ازدواج کرده ولی احساس داره. اما میثم بیشتر از 20 سال دارم رفاقت میکنم. آبجی شاید در این خونه رو خواستگارای زیادی بزنن ولی هیچ کس فکر ندارم از میثم دوست داشته باشه. آفرین بهتون. به خاطر من جوری باهاش زندگی میکنه که بدون رفیقش شرمنده آخه داداش آخه نداره، رو حرف من حرف نزن. میثم اینجوری هم نمیشه که بچه الان برو آخر هفته با گلشیرینی بیار. باشه حسام بهت قول میدم امانتی رفیقم خوشبختش کنه. خاله از من میشه من با من صحبت کنم. رو حرف من حرف نزن. خب تو برو زنش شو. اگه خیلی خوشت میاد و بچه باحالیه و با مرام معرفته، برو زنش شو دیگه. 20 ساله با ما رفاقت چیزی دلیلی نداره یکی که رفیق خوبیه واسه تو، شوهر خوبی هم باشه. اصلا برو ببین واسه چی طلاق گرفته. رو حرف من حرف نزن. دم شب بچه چه سنین نونو چسبوندید تنور آقه. من خیلی میدونم مامان زدن گام شو. کن یکم بیادبی. خروج از پارکینگ فقط با نگاه کردن به آینه بغل. بریم ببینیم چی میگه. خب سال دیگه واسط علنگ روی طلا تا ابد به بات میشی. یه دفعه باید چیز کنیم، فقط کامنتاشو بخونیم. این الان چیکار کرد؟ مگه بقیه چیزی رو از پارکینگ خارج میشن؟ بعد مثلا پشتتو نگاه کنی امتیاز منفی داره؟ کارهای خطرناک میکنین و یه سری هم بریم کامنتاشو بخونیم. دقیقا با آینه بغل هر کی برگرده رو بریم آموزش استفاده داره بدونی نگاه کردن به توییت. واقعا خطرناکه. ندی جوونا آموزش بوق زدن.
یه فیلم برعکس شده، من نمیشه همچین کاری کرد. یه خودت انجام میدی یا بدنکاریه. کامنت ها عالیه، یعنی هر چقدر که سم میبینیم حداقل اون کامنت ها رو میخونیم میشوره میبره. آره خطرناک نکن، بده بدنکار انجام بده برادر. 26 دنا فیوفاس نهایت خلاقیت هم ایرانی لعنت. خودم هم جز بشونم ما ایرانی ها. بریم بعدی. که خیلی از شما منتظر ازدواج من بودیم. من خودم به شدت آدم ازدواجی هستم. شایعاتی هم در این مورد بود که من ازدواج میکنم نمیکنم. بالاخره امشب همه اون شایعات پایان داده شد. من کیس مورد نظر خودم رو بعد از کلی دوندگی هلای خوش من میشم ببند. بریم بعدی. سمترین آدم موجود در اینستاگرام. وایسا ببینم. وایسا اونجوری شد میشه. پفکو گرفت، قامت راست کرد، طبق پایینم تازه پفک بود. دلار دستشه خانومه. دلار تقلبی رو کرد تو پاچه سوپرمارکتی. خدا رو شکر. ایشان تو پوله پفک رو نداری خب غلط میکنی میری چیز سوپرمارکت. خب پول نداری نرو. نمیدونی تو جیبت پول هست یا نه. فقط اون که اینجوری وایساده بود بعد که این اومد حساب شد. معجزه پفک چیتوز. بعد چیزم گرفته این اگه اشتباه نکنم تو یوتیوب لوح طلایی هم گرفته که برای 1 میلیون سابسکرایبر قورشو میزنن همه، بعد فالو میکنن و سابسکرایب میکنن و میگن اینا نباید بیان بالا. آخه خودت داری فول میدی بره بالا دیگه. کی میگی؟ والا حسابم خراب شد. بریم بعدی. یه دلیل این که پسرها کمتر عمر میکنن. بعد احمق راننده هم داره فیلم میگیره. نکردن یکی از اون دوتا که پشت نشستن فیلم بگیره. هم داره رانندگی میکنه هم داره فیلم میگیره. بریم بعدی. محمود میگم یه فکری به حال این پسر همسایه بالاییمون بکنیم. اگه چیکار کرده؟ بیادبی کرده؟ نه بابا پسر بچه است. بعضشون خوب نیست بابا بالا سرش نیست. میگم میشه به جای اینکه میخواستی واسه من مانتو اینا بخری محمود بخواد بگوزه اینجوری نشسته. اگه دوست دارم به خاطر اینکه دل بزرگی داری عزیزم. من که هرچی دارم مال توه، اونم رو چشم. خود تو رها کن محمود. داره انگار اذیتت میکنه. هنوزم همونجوری نشسته. وای محمود دلبری نکن بیشرم. دلمونو بردی. بهترین بازیگر همون پسر همسایه بود که تو فیلم نبود. یا هنوز به نیسان آبی ایمان نمیآورد. بی خیال بابا. مگه میشه؟ ای آی نبود. 3 تا شهر رو با هم داشت حمل میکرد. عجیب غریبن این نیسانی ها راننده هاشون. اصلا یه لیگ دیگه هم واقعا. ماشین رو کاوری کنم خط و خش نمیگیره. نکن. ما برده وی منه همین وی درد سراتونیو بود فکر کنم این کارو این بلا رو سرش بود. بعد میگه وی مال خط و خش جزئیه. آجور بود چی برداشته داره
لیفت میکشه ماشینا. وی ریتم ماشینی وی. این هم موقع است که کارهای محیرالعقول با ماشین یاد میده. بریم ببینیم چیه. گفته ورود پارکینگ با یک فرمان بدون ترمز. بریم ببینیم. قلبم وایساد یه لحظه. سرعت فیلم زیاد شده. امکان نداره همه چی انقدر سریع باشه. متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد. یا علی تو رو خدا مواظب باش. راست میگن دیگه حاجی. کارهای معمولی ترین کاری که آدم میتونه با ماشین انجام بدن انجام میگیرن. پست میکنیم. عجیبه. بریم بعدی ببینیم چی میگه. دلش نمیاد بره خونه. چرا اینطوری؟ نمیدونم بده. چرا رو سرت اینطوری؟ خب شما نخ عزیزم از ساعت 2 ظهر پیشتم، الان ساعت 11 شبه. باید بیشتر پیشم عزیزم چجوری از 2 ظهر تحملش کردی با این مدل حرف زدنش؟ خدایی اعصاب خوبی داری. بعد این چرا سایه رو به جایی که بزنه اینجا زده اینجا؟ وای دلم میخواد کتکش بزنم. باید بیشتر درد. بسون یه 1 ساعته بارم داری بستنی میخوری. برو خونه دیگه. بابا دلم تگه. خبایی باید بیشتر پیشم عزیزم باید بیشتر مرض. چندش موجهاتو درست میچسبون گیری های لوکس بازی ها. یکی شرق رفته یکی غرب. بعد سایرم اینجا زد. اول آرش کردن یاد بگیر بعد برو دیت. بابایی درد. بابایی مرض. نکبت. بعضی وقتا از دهن همه چیزهایی در میره نباید. بچه اینجا در این لحظه آیدی پیج اینستاگرام هم میاد. برید یه چرخی بزنید. اگه دوست داشتید فالو کنید. خیلی خوشحال میشم. اگرم نداشتید که فدای سرتون. خب بچه‌ها اینم از ویدیو امروز. دیگه زیادی داشتیم فشار می‌خوردیم. گفتم که واسه امروز بس. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. چند دقیقه کنار هم خوش گذشته باشه بهتون. و انتقاد پیشنهاد چیزی بود حتما برام کامنت کنین. و اگه موضوع جذابی هم برای ویدیو به نظرتون میرسه ممنون میشم که بهم بگین. دوستتون دارم. تا بعد.